سلام و خسته نباشید عرض می‌کنم. المیرا سوقی هستم، کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه. خانم سوقی، این روزا مشغول چه کاری هستین؟ به تناسب رشته تحصیلیم شرکت مجری زیرصلاح ساختمانی دارم که در بخش ساختمانسازی فعالیت میکنم، اما عمده فعالیت هم در بخش تجارت بین الملل هست و کمی هم به کشاورزی مشغولم و در حال احداث یک واحد گلخونه هستم. توی بخش تجارت بین الملل بیشتر با کدوم کشورها همکاری دارید؟ بیشترش با روسیه، اما کمی هم با بلاروس و قرقیزستان همکاری میکنم. بیشترین زمینه فعالیتتون چیه؟ من بیشتر در زمینه صنایع غذایی فعالیت میکنم، به خصوص آبزیان مثل ماهی و میگو و کمی هم در بخش تره‌بار و صیفی.